از ریزش نخستین برف در فصل زمستان تا خرسندی و استقبال باشندگان. شهروندان عزیز ما خوشحال هستند. در حالی که تخار مخصوصا شهر طالقان این روزها سخت با آلودگی هوا روبرو بود، اما نیمه های یک شنبه شب ناگهان چهره شهر تغییر کرد و برف آرام و بی صدا بارید و تخار را سفید پوش ساخت. شماری از طالقان نشینان میگویند این برفباری ها افزون بر زیبایی های زمستانه نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و افزایش آبهای زیرزمینی دارد. بسیار مسرور هستیم که برف میباره و بیشتر از 20 سانتی برف فعلا شده و هم جریان داره در شهر طالقان و تخار. برف هم یک نعمت پروردگار است که ما بسیار زود مشتاق بریدن برف بودیم در ولایت خود، به خاطر که اگر برف نمیبارید ما دهقانای ما بسیار به مشکل مواجه بودند. از سوی هم شماری از کارشناسان زراعتی میگویند ریزش برف و باران در فصل سرما باعث تقویت زمینهای زراعتی و از بین رفتن امراض و حشرات مضره نباتی شده و نیز حاصلات دهاقین را افزایش میدهد. ولایت تخار از جمله ولایت‌های زراعتی کشوری ما و شما هست که بیش از 70% زمین للمی و 30% زمین آبی داره و منبع مهمی آبای زیرزمینی و منابع آبی که در فصل کشت استفاده میشه و منبع مهمش بارش برف و باران هست. الله متعال رحمت خدا از شب تا به حال سرازیر کرده ساده، لله الحمد را همگی به یک فال نیک میگیرن، چون که برف واقعیت برای زمینای للمی و آبی یک چیزی حیاتی است. همزمان با این دکتران تاکید میکنند که در فصل زمستان و با سرد شدن هوا کودکان و بزرگسالان بیشتر در معرض بیماری های تنفسی، زکام، سینه بغل و تب قرار می گیرند. خانواده ها باید آنان را گرم نگه داشته و از رفت آمد غیر ضروری در هوای سرد جلوگیری نمایند. توصیه من من حیث یک دکتر به تمام وطنای عزیز هستند که کوشش بکنند که اطفال خود در این موسم فصل سرما و خصوصا در این برفباریا به صورت گرم نگهداری بکنند و نگذارن بدون موجب و بدون کدام ضرورت بیرون برای اطفال نازنین و همچنان در قسمت تغذیه اطفال متوجه باشند. تخار از ولایت‌های سردسیر در شمال شرق کشور است که همه ساله باشندگان آن شاهد برفباری‌های سنگین در فصل زمستان می‌باشند. اما ریزش نخستین برفباری در زمستان امسال باعث مسدود شدن راه‌های مواصلاتی برخی از روستاها با مراکز ولسوالی و از ولسوالی‌ها به طالقان مرکز این ولایت شده است. همچنان ریزش نخستین برف 20 تا 30 سانتی متری در این ولایت بار دیگر امید را برای تقویت زمینهای زراعتی و بهبود وضعیت آبهای زیرزمینی زنده ساخته است، اما مردم انتظار دارند تا نهادهای مسئول در راستای بازنگه داشتن راههای مواصلاتی و دستگیری خانواده‌های آسیب پذیر و نیازمند در زمستان تلاش نمایند.